بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دوباره تکرارش بکنیم. انا همین دعا را خوندن گیم سیم دعایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از هر نمود کسلی ها میخوندش. کسلی های زمینی و آسمانی مطلقاً عامه. و چهارم پیامبر صلی الله علیه و سلم باز دعای را ما را تعلیم میدهد که اگر همین دعا را کسی که بخواند از هر ویروس، از هر بدی، از هر کسلی که خداوند خالق آن همون کسلی است، خداوند از همون چیز ایمنش می‌دارد. و همون دعا است که اعوذ بکلمات الله التامه و من شر ما خلق. اعوذ بکلمات الله التامه و من شر ما خلق. اگر انا همین دعا را بخواند از هر وبا و از هر بدی ایمن میماند. و پنجم بینید در علما اینا در پنجم موندن. انا همون دعایی که پهنش میکنه و گویا که پیامبر صلی الله علیه و سلم همین برای کرونا ویروس خونده شد گپ درباره همین بود. انا همین در موقع پنجم میگیرد که بعد انا همین دعا را بخونه که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام. دعایی است که مطلقاً برای همه نمود کسلی ها هست که همیشه اینا میخونه. اون دعای پیشینش را گفتیم پیامبر صلی الله علیه و سلم هم خونده و هم امر و توصیه کرده برای خوندگیشون. و این دعا را در حدیث میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم خوندگیه. یعنی درست است که بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی است که بخونیش، اما در ویا هم خوندنش هست و هم امر کردن و توصیه دادن بر خوندنش هم هست. که بگویی که انا همین دعایی که اللهم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام، پروردگارا من به سوی تو پناه میطلبم از پیسی. مثلا در اینجا نام یک کسل خاص گرفته شدگی نیست که بگویی که نام کسل و دیوانگی و هر بدی های هر کسلی و تمامی بدی ها، تمامی کسلی ها بگیم. خوب برادران، الله متعال میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر اون چیزی که هر مصیبتی که بالای میاد، هر سنجش مصیبت آمیزی که بالای ما میآید، این یک یعنی سنجش است از جانب الله تعالی از اون چیزی میشود که خود ما اون را کردگیم. خود انسان ها همون به همون کار آوردگی خشان رسیدگی هستند. خب انا همون انسان بگیم انسانی که ما نسل ما، انا همون انسان معاصر، انا همون انسانی است که از روی خودخواهی و از روی خودستایی به حد اومدگی رسیدگی بود که میگفت که پیدایش انسان توسط اختلاط موادهای شیمیایی شدگی است، یا اینکه انسان خود از خود پیدا شدگی است، یا اینکه با از روی نعمت زیاد شکر از یادش برآمدگی بود کفران نعمت میکرد و این کار خداوند میکرد. اکثر خیلی مردم رو به بیخدایی آورده بودند، حتی بگیم از کسانی که از قوم و ملت